بعد از آن همه جنجالی که به پا کرد، طبق معمول در اتاق کارش هم در جمع خبرنگاران در مورد تغییر نام خلیج فارس اعلام کرد نمی‌خواهد احساسات کسی را جریحه دار کند و هنوز در این باره تصمیم نگرفته است. They're going to ask me about that when I get there, and I'll have to make a decision. I don't want to hurt anybody's feelings. I don't know if feelings are going to be hurt. Why have a case right over here? It's called Gulf of America, and I guess a lot of people get ideas from us. But the Gulf of America was something I thought should have been named a long time ago. I'm going to be given a briefing on that. It was just done, and I'll make a decision. They're going to ask me about that when I get there, and I'll have to make a decision. I don't want to hurt anybody's feelings. I don't know. با تجربه‌ای که از رفتارهای ترامپ هست تا بعد از مدتی خیر پیش. در همین زمینه دکتر مجید حقی می‌نویسد: آیا برای ملل تحت ستم تغییر نام خلیج فارس به خلیج عربی اهمیتی دارد؟ از آغاز شکلگیری ایران مدرن و استقرار حکومت متمرکز و دیکتاتوری پهلوی، رژیم حاکم برای تحقق شعار یک ملت، یک پرچم، یک زبان و یک فرهنگ، سیاست حذف و ادغام همه فرهنگ‌ها و زبان‌های موجود در جغرافیای ایران را در پیش گرفت. هشتگ جمهوری اسلامی نیز با تکیه بر ایدئولوژی تشیع همان مسیر را ادامه داد و در عمل راه سلطنت پهلوی را دنبال کرد. در این روند، نام‌های بومی ملل غیر فارس یکی پس از دیگری تغییر یافتند. از نام شهرها و روستاها گرفته تا کوه‌ها، چشمه‌ها و رودخانه‌ها. مردم ناچار شدند حتی نام خانوادگی خود را نیز به زبان فارسی تغییر دهد. این سیاست عامدانه با هدف هویت زدایی از ملل غیر فارس و تاراج حافظه تاریخی آنان اجرا شد. از این رو، تغییر نام خلیج فارس به خلیج عربی یا هر نام دیگری برای ما تفاوتی ندارد. این تغییر شاید برای طرفداران تمرکزگرایی و استعمار داخلی تلنگری باشد تا به عمق ستم ملی که علیه ملل غیر فارس اعمال شده پی ببرند. خلیج فارس همیشه فارس نخواهد ماند. شما اکنون در این مسیر تنها و تنها مانده اید. هر وقت توانستید نام مهسا را با نام واقعیش ژینا در رادیو، تلویزیون و رسانه‌های رسمی خود فریاد بزنید، شاید آن زمان صدای شما نیز شنیده شود. در رابطه با این موضوع گفتار زیاد است. مثلا لایق مرادی از فعالان مدنی و دنیای مجازی رو دیوار فیسبوکی خود نوشته: در جریان انقلاب ژینا با چشم خودمون دیدیم که چطور بخشی از مردم قوم فارس با تمام سماجت از بردن نام ژینا خودداری کردند و با اصراری عجیب همان اسم تحمیلی و استعماری مهسا رو تکرار کردند. وقتی اعتراض می‌کردیم با نگاهی تحقیرآمیز جواب می‌دادند: ژینا یا مهسا چه فرقی داره؟ بسیار خوب. حالا ما از شما میپرسیم: خلیج عربی یا خلیج فارسی چه فرقی داره؟ چطور وقتی پای هویت دیگران در میانه، اسم و زبان و ریشه مهم نیست، ولی وقتی نوبت به شما میرسه، اسم فارس میشه خط قرمز و نماد اصالت؟ مگه همین شما نیستید که دائم تکرار میکنید ما قوم فارس نداریم، فقط یک ملت و یک زبان داریم؟ از چرا باید اسم یکی از مهمترین پهنه‌های آبی منطقه به اسم قومی باشه که حتی حاضر نیست وجود خودش رو به عنوان قوم بپذیره؟ اگر ایران قراره مال همه اقوام باشه، پس چه اشکالی داره که به نام قوم عرب باشه؟ جالبه که خلیج و فارس واژه عربی و بیگانه هستند. تا دیروز با حذف نام ژینا در خط مقدم سیاست پاکسازی هویتی ایستاده بودید. امروز دم از اصالت خلیج فارس میزنید. این چیزی جز سیاست مزمن یک دست سازی و سرکوب ملت‌های غیر فارس با نقاب ناسیونالیسم جعلی نیست.